یه آقایی رو من میشناختم پارسال خودکشی کرد، رفت تو دفتر یکی از دوستان من و همونجا هم خودش کشت، تو کارخونه‌اش خودش کشت. جزو 10 تا 20 تای اول ایرانن از دارایی. 10 ماه گفته بودن طول میکشه اگر روزانه 10 تریلی بار اینو از بنادر ایران بخواد خارج کنه، اسمش نمیخواد بگم. این شخص رفته پیش دوست من گفته که شما بیا یه کاری در حق من بکن، من نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم برای خودم خرج بکنم، شما سر من کلاه بذار، من نفهمم و من غذا بخورم. چه تراژدی. بعد خودش حلق‌آویز کرد. در خرج چندان به خود در نبند که گردی ز ناخوردنی در گزند. شما سر من کلاه بذار، من نفهمم و من غذا بخورم.